میباید بره لشکر آرستند. فرستاد این لشکر افراسیاب که سهراب پرتاب سر لشکر است و هومان دانا ورا یاور است. هومان شروع با خیلگر است. چی چاره هجیر؟ عدو را در اینجا ببندیم راه. رود قاصد نزد کاووس شاه که لشکر فرستد به یاری ما. سخن راست گویی هجیر. دخترم چرا چهره کردی به ناگه جیژم؟ مدد خواستن، آبرو کاستن. علاج دیگر هست؟ آره. کدام؟ ظفر بر سپه بعد همه لشکرش بگردد پریشان. چون این رسم بوده به دیرین زمان که تا خون نریزند عبس آدمان. زی لشکر یکی گرد رفتی به جنگ، کنون پاک رایی نمانده به جنگ. به سهراب باید پیروز شد در آویخت پس به هومان. چو شیر افتد از پای. روبه رود. کی باید به سهراب جنگ آورد؟ من. ای دخترم، فخرم از زوری تو. به سهراب زور آزماید هجیر. به میدانی رزم. تو سهراب را زنده یا بیمدار چو سگ بسته گردن به پیش من آر. تو پیروز خواهی شدن بیگمان. بخواند هجیر پی رزم سهراب را این زمان. نخورده شکست اوز کس تا کنون. چو مشتی خسش من بسازم زبون. نه اسب است او را بلکه آتش بود. زمان خوبتر از رخش ذاتش بود. ندارم خبر که اسبی تو خوشزاد بوده چنین. عجب نه چنین نیست.
اینک بجنگ. تو آزرم خواهی؟ ندارم مدار، نخواهم ز تو رحم، اما اگر تو می‌داریم انتخابی دیگر زمن جانستان. بنا وقت خواهی روی بر بهشت. بخیز، از گناهت گذشتم هجیر. از این رو توی پیش من چون اسیر. در این جنگ باشی مددگاری من. مددگاری تو؟ آره. دانی تو رستم ورا میشناسی؟ بله. پس بیا. به جنگت بخوانند، به جنگی با اوی. بله.